نمیدونستید که تیم برتون از ساختن انیمیشناش قصد شومی به بچه ها داشته؟ باز هم دوست داشتید اون انیمیشن ها رو تو بچگیتون ببینید؟ مثل عروس مرده، مثل فرانکنوینی، ادوارد دستقیچی، اتک مارس، انیمیشن هایی که توی این کوه یخ اومدم از لایه های رویی و ساده تریناشون تا تاریک ترین رازهای کارهای تیم برتون و حتی خود شخص تیم برتون براتون یه سری چیزایی رو برملا بکنم که متوجه عمق فاجعه و پیچیدگی این کارگردان بشید. بدون معطلی سلام بچه‌ها، امیرتیچی هستم. خیلی خوش اومدید به کوه یخ تیم برتون. لایک بکنید ویدیو رو تا آخر ببینید، لایک بکنید و توی کامنت ها به من بگید که چقدر کوه یخ رو دوست دارید، از 1 تا 10 چند تا دوست دارید. اینا باعث میشه که من انرژی بگیرم و کوه یخ‌های خفن‌تری براتون بسازم و بدونم که شما این سبک ویدیو رو دوست دارید. سطح 1 روی کوه یخ. شماره 1 سبک انیمیشن های تیم برتون چی بوده؟ تیم برتون از سبک نقاشی اکسپرسیونیسم استفاده میکرده. از اکسپرس میاد یعنی ابراز کردن احساسات، یعنی توی این سبک نقاشی هر چیزی که به تصویر در میاد همون حسیه که نقاش به اون چیز داره توی دنیای واقعی و اصلا هدفش اینه که اون حسه رو توی اون کاراکتر، توی اون محیط و توی اون نقاشی به مخاطب برسونه. منظور چیه؟ یه سری از این سبک های اکسپرسیونیسم رو من میگم ادیتور براتون بذاره که یه کلیاتی دستتون بیاد، ولی برای مثال همین اولین انیمیشنی که تیم برتون میسازه یعنی وینسنت رو به موهای شخصیت اصلی دقت بکنید. ژولیده است، چشماش یه حالت خسته داره و صورت دراز کشیده‌ای داره که همه اینا میخواد این حس یه آدم ژولیده‌ای که تو زندگیش هدفی نداره و حالش بده، لاغر شده، همه اینا رو با اغراق زیاد نشون بده. سگه رو همینطوری نشون داده. خود تیم برتون هم راجع به این سبک نقاشیاش یه حرفای جالبی میزنه. میذارم ادیتور براتون بذار ببینید. این همچنین راهی بود برای کشف زندگی خیالیمون، احساسات درونیمون که همیشه بخش مهمی از زندگی من بود. حالا اینو تا اینجای کار داشته باشید. قراره توی آخرین بخش کوه یخ یه پدیده رفتاری راجع به تیم برتون رو بهتون نشون بدم که هیچ جا بهش اشاره نشده و برای اولین بار میخوام یه تئوری عجیب و از خود شخص تیم برتون براتون در بیارم، از توی انیمیشناش راجع به روان خود تیم برتون که واقعا ترسناکه و واقعا دستای آدم به لرزش و رعشه میفته از این هدف شومی که تیم برتون ممکنه داشته، حالا مستقیما یا غیر مستقیما توی انیمیشناش نسبت به بچه‌ها. شماره 2 دلیل نامناسب بودن تیم برتون برای انیمیشن های دیزنی که برای بچه‌ها ساخته. بعد از اینکه سال 1984 اولین نسخه فرانکنوینی رو تیم برتون برای دیزنی میسازه، اون ریاکشنایی که دیزنی از مخاطبا و بچه‌ها میگیره زیاد ریاکشنای سالمی نیست و درستی نیست. خلاصه دیزنی بر این باور میشه که تیم برتون برای انیمیشنای بچه‌ها زیادی روحیه تاریکی داره و اون رو اخراج میکنه. و جالبه که بدونید چند سال قبلتر از این انیمیشن، یعنی سال 1981، یه انیمیشنی وجود داشته به اسم فاکس اند هاوند که خیلی همون تو بچگی احتمالاً اینو دیده باشیم. حالا با اینکه برای زمان مثلا دهه 60 بوده فکر کنم، قدیمی‌تر بوده. یه روباه خیلی گوگولی و رنگی رنگی، مثلا بچه بودم رنگامیزیشو داشتم، کتاب داستانش هم داشتم، انقدر که انیمیشن رنگی و گوگولیه. راجع به یه روباه با یک سگ شکاری با هم دیگه دوست میشن. خیلی از بچه‌هایی که این انیمیشن رو دیدن از یه سری صحنه‌های به خصوص اون سکانس همدیگه خرس تایز شدن و گزارش‌های شنوج رفتاری و پنیک کردن و اینا از بچه‌ها شنیده شده. و این انیمیشن خیلی داستان دارکی داره و این رو تیم برتون مسئول فضاسازیش و کانسپت آرتاش بوده و دست داشته غیر مستقیما توی کل فرایند انیمیت کردن این به صورت غیر مستقیم دست داشته. و اوکی، تازه روی کوه یخیم، هنوز تاریک نشدید تا ببینید که اصلا چه چیزایی رو شما از دست دادید، چه چیزایی رو نمیدونستید راجع به تیم برتون. برای همین میریم سطح 2 زیر کوه یخ. شماره 1 تیم برتون و علاءالدین
بعد از اینکه تیم برتون از دیزنی اخراج میشه با یه پروژه تلویزیونی سریالی همکاری میکنه به اسم فایری تیلز که همون فیری تیلز و هر قسمتش یکی از داستانهای قدیمی رو مثل همین انیمیشنایی که دیزنی ساخته رو به صورت لایو اکشن صحنه سازی میکنن و میسازن و خلاصه داستانهای گوگلی طراحی صحنه‌های خیلی جذابی داره که ویژوال دیزاینرش و کانسپت آرتیستش تیم برتون بوده. استخدام میشه برای این کار و حالا یه سری قسمت‌ها رو کار میکنه و علاءالدین میسازه. قبل از اون علاءالدین معروف دیزنی ما یه علاءالدینی داشتیم که حالا بعدم این کمپانی این شرکتی که اینو میسازه این فایری تیلز رو میسازم بعدم زیر مجموعه دیزنی میشه و احتمالاً این امتیاز این جینی که طراحی کردن حالا شاید ایده پردازی های تیم برتون بود و اینا بعدم ناخواسته تاثیر میذاره توی اون بلو جینی که توی انیمیشن علاءالدینی که دیزنی بعدم میسازه و معروفه و شما همتون دیدید تاثیر میذاره. اوکی. ولی این علاءالدین رو شما ببینید اصلا اینا چه صحنه‌هاییه که علاءالدین داشته. یعنی یه سکانسی که علاءالدین میخواد بره چراغ جادو رو ورداره از توی یه دری رد میشه که این دره یه جوری اینا دیگه کارهای تیم برتونه یه جوری طراحی شده که انگار کورالینه. اون زمان این کورالین کی ساختنی علاءالدین رو کی ساختن. این علاءالدین فکر کنم همون هولوش 1984 به بعد بود اینا طراحی اون سری رو فایری تیلز رو ساختن. خلاصه که مثلا این سکانس رو شما ببینید میره چراغ جادو ورداره چه اتفاقایی میفته. خلاصه این علاءالدین هم بلو جین بسیار تروماتایز کننده و ترسناکی داشته که بازیگرش هم جیمز ارل بوده، همون کسی که صدای دارث ویدر صدای وحشتناک دارث ویدر توی استار وارز رو گفته. این یکی از ترسناک ترین الهامگیری داستانای کودکان بوده این علاءالدینی که تیم برتون میسازه. و بریم سراغ شماره 2. مخالفت با تیم برتون مساوی مرگ. این چیزیه که کانسپت اصلی یکی از آثار تیم برتون هم هست به اسم مارس اتک. دقیقاً توی این فیلم همین کاری که مریخی ها با مردم میکنن و تیم برتون با یکی از شخصیتاش میکنه. تیم برتون با برادران وارنر میکنه. برادران وارنر طبق یه سری صلاح دیدا و قراردادایی که داشتن با جک نیکلسون به تیم برتون میگن که توی این فیلم جک نیکلسون رو هر کاری میکنی نکش، نمیره شخصیتش توی داستان فیلم. تیم برتون هم توی 2 تا نقش جک نیکلسون رو حاضر میکنه داخل این فیلم و توی این 2 تا نقش هم تو جفتشون هم توسط حمله فضایی‌ها جک نیکلسون کشته میشه و به حرف وارنر گوش نمیده. کلا آدمیه که به حرف کسی گوش نمیده، خیلی یاغیگری میکنه و سرکشی میکنه، همچین آدمیه. حالا اینا رو میرسیم اون اعماق تاریک آخر چیزی که اصلا چرا همچین رفتاری داره، چه پیشینه‌ای تو گذشته تیم برتون داره. همه اینا رو وقتی بگیم آخر سر یه چیز خیلی ترسناکی از تیم برتون در میاد. حالا من اینو بگم، حالا من هیتر تیم برتون نیستم، خیلی هم مثلا حال میکنم با یه جورایی امیر تیشه شباهتای ریزی، حالا نه واقعا دقیق ولی یه سری شباهتای ریزی به تیم برتون داره و یکی از اکسام اینه داره آدم تاریکم خودم مثل تیم برتون. ولی کار نداریم، به مسائل مربوط به کانالمون میپردازیم. و یه نکته ترسناک دیگه هم راجع به فیلم مارس اتکس بخوام بهتون بگم، توی اون دورانی که داشتن فیلم برداری میکردن مایکل جی فاکس یه بیماری به اسم پارکینسون داشته که یهو استراب میگرفته، استرسی میشده، پنیک میکرده و وقتایی که مثلا میترسیده یا مضطرب میشده که یه سری از صحنه هایی که این وسط فیلم برداری این فیلم تشنج می‌کرده میافتاد رو زمین می‌ترسیده رو همینو فیلم برداری کرده تیم برتون و ازش برداشت کرده و توی سکانسایی که این بازیگر نقش داشته ازش استفاده کرده و ما ترس‌های واقعی که انسان رو داریم توی اون فیلم می‌بینیم. سطح 3 زیر کوه یخ هانسل و گرتل نفرین شده. تیم برتون توی همون اوایل دوران کارش که داشته ایده پردازی می‌کرده و پروژه‌های دانشجویی و اینجور می‌زده یه کاراکتری رو معرفی می‌کنه که خیلی هم مورد توجه اون زمان قرار می‌گیره، خیلی ترسناکه. من واقعا ترسیدم وقتی دیدمش. به اسم دن زنجبیلی، کلوچه زنجبیلی. بعدن برای شبکه دیزنی ژاپن یه هانسل و گرتل میسازه. هانسل و گرتل ژاپنی، بازیگراش ژاپنی ان، ژاپنی های به زبان انگلیسی صحبت میکنن، مقیم آمریکا ان. میتونم بگم ترسناک ترین اثریه که تیم برتون ساخته. یعنی اصلا بیتل جویس اینا رو، همه مارس اتک اینا رو من ازشون نمیترسم اونقدر که از این هانسل و گرتل ترسیدم. Who are you? Don't you kids read anymore? I'm Dan, the gingerbread man. یعنی شما محیط دریمینگ و رویایی کودکانه رو ببینید که چجوری ترکیب شده با حسای ترسناک، با تمام اون
ترس‌های مدرنی که ما امروزه داریم مثلا تو سبک دونت هاگ می اسکرت می‌بینیم توی این آنالوگ هاررا و یه سری فیلم ترسناک‌های اینترنتی مدرن‌تر داریم می‌بینیم. از اون زمان شما ببینید این پاشیدن شکلات رنگی از داخل این خونه شکلاتی ترسناک، این رفتارای عجوزهه و یه سکانسی هم هست که از توی لوستر با دهن شیطانی یه دونه کلچه زنجبیلی شیطانی پرت میشه پایین و به بچه رو میخواد تحریک کنه، بگه که بیا و من رو بخور و حالا این شیرینی که زوال عقل برای بچه‌ها میاره. همچین داستان همون هانسل و گرتل رو اینجا نشون میده. اصلا نمیدونم چی بگم، اصلا کی فکرشو میکرد؟ اصلا فکرشو اصلا میدونستید؟ چند تاتون میدونستید که تیم برتون یه همچین اثری ساخته؟ همچنان توی عمق سوم کوه یخ هستیم. شماره 2، تئوری بیتلجویس. بیتلجویس که بازیگرشو مایکل کیتون بازی کرده، که همینجا من یه نکته آنربل منشن هم بهتون بگم. مایکل کیتونی که توی فیلم بتمن تیم برتون نقش بتمن و قهرمان رو بازی میکنه، اینجا تبدیل به جوکر میشه. و جک نیکلسنی که تو مارس اتک دیدیم رئیس جمهور بود، حالا به هر حال یه شخصیت به هر حال میشه گفت مثبتی رو بازی میکرده و کلا جک نیکلسون شخصیت خیلی ددی و جدی و ولی نقش جوکر رو بازی کرده تو فیلم بتمن کیتون. و حالا مایکل کیتونی که بعدم توی اسپایدرمن چی بود اون اولین اسپایدرمنی که تام هالند بازی میکنه، نقش ولچر رو بازی میکنه، پدر خانوم تام هالند میشه و چقدر اون نقش خوب بازی کرده بود. و حالا اینجا اکتای مایکل کیتون رو به عنوان بیتلجویس هم شما نگاه کنید، مثلا باورتون میشه که این سوپر هیرو این بتمن رو بازی کرده؟ یعنی خیلی فاز هیس لجری گرفته، اکت روانیه. یعنی یه پا تیم برتونه، تیم برتون خودش رو در درون بازیگراش نفوذ میداده، اون بیماری های خودش. میرسیم به خانم هلنای بیچاره. توی فیلم بیتلجویس میبینیم که روی قبر بیتلجویس اسمشو اشتباه نوشته، بتلجیوس نوشته، که این بتلجیوس اتفاقا اشتباه همچین ننوشته و یه نکته‌ای توش داره، یه تئوری داره. حالا بیتلجویس که میدونید میشه آب سوسک، یعنی سوسکو شما میکشی اون آبش در میاد. یه همچین کاراکتر کثیف و به شدت هورنی بود. حالا برخلاف کثیف بود دیگه، آدم کثیف و درتی بود. خود شخصیت‌های داستانم مثل لیدیا میبینیم که اسم بیتلجویس رو نمیتونه درست بخونه به خاطر اینکه اشتباه نوشته شده رو قبرش. بتلجیوس در واقع از یک اسم عربی برگرفته شده، چون معنی بتلجیوس میشه دست زن شکارچی. آره، همون صورت فلکی شکارچی اوریون که حالا احتمالاً اینا یه ارتباطی پیدا میکنه با مصریان باستان، با داستان اون خدای کپلر اگه درست گفته باشم. نماد سوسک هم هست، یه سوسکیه که تخمشو توی این پشکل و حالا یه گوله‌ای جمع میکنه و این دوباره تخم‌ها توش رشد میکنن، از توش سوسکای اسکراب های بیشتری به وجود میان. ولی خلاصه توی عربی هم بهش یدالجوزا میگن، همون صورت فلکی دست زن شکارچی. حالا نکتهش چه ربطی به بیتلجویس داره؟ توی فیلمنامه بیتلجویس نوشته شده، وقتی فیلمنامه میاد بیرون نوشته شده که بیتلجویس یک فردیه که خاورمیانه‌ایه و مثل مردای کثیف خاورمیانه، حالا باورهای اون زمان آمریکایی‌ها نسبت خاورمیانه اینطوری نوشته شده. بیتلجویس مصری بود. حالا بیتلجویس البته میتونه یه رازبرد داشته باشه اگه دوست داشته باشه، اما میگم خیلیاتون ندیدید. یه سری آدمای که خیلی به مراتب فکر کنم تعداد کسایی که بیتلجویس دیدن حتی از عروس مرده هم کمتر باشه. من اینو میدونم، با اینکه شاید گیلتی پلژر خیلی از دهه 80 باشه که بخواین اینو بگن، ولی من میدونم که خیلیاتون عروس مرده هم حتی ندیدید. حالا چه برسه به فرانکنوینی، چه برسه به ادوارد سیزرهند و دست، حتی با اینکه 1000 بار کارخونه شکلات سازی رو پخش کرده، چون من اینا یه سری سورسایی دارم که دارم اینو میگم، حالا با همسنای خودم مثلا بهترین سورسشه دیگه، از بچگی بزرگ شدیم. حتی من میدونم کارخونه شکلات سازی که تیم برتون ساختنم حتی خیلیاتون ندیدید. دیگه ببین چه حقایقی رو دارم برملا میکنم که شاید خیلیا نمیدونن. خیلی از کسایی که مثلا دیدن نمیدونن که ادوارد دسته چینا رو اصلا خیلیا ندیدن تو ایران. شماره 3، تئوری برتنورس. یه تئوری که تقریبا برای هر کسی که انیمیشن های تیم برتون
ببینه پیش میاد اینه که آیا همه انیمیشن‌های تیم برتون به هم دیگه متصلن و یه جهانی رو به وجود میارن. خیلی از طرفدارا هم اینو تایید کردن، کلی تو ردیت این ور اونور راجعش حرف زده شده، ولی یه خلاصه خیلی جمع و جور بخوام بهتون بگم، داستان از اونجایی میاد که خب ما اولین اثر تیم برتون اون وینسنت رو وقتی میبینیم که یه پسریه که از سگش میخواد به عنوان نمونه آزمایشگاهی استفاده بکنه، روش آزمایش انجام بده و حالا آرت استایل و فیسش اینا شبیه شخصیت ویکتور فرانکنوینیه، یعنی انیمیشنی که بعد از این انیمیشن اومد و حالا کسی نمیگه که وینسنت همون ویکتوره، ولی سگه خیلی شبیشه و البته اون سگی که بعدن توی عروس مرده هم میبینیم که شخصیت ویکتور، باز دوباره اسمش ویکتور عروس مرده توی دنیای مردگان میبینه و میگه این سگ دوران کودکی من بود و سگش میبینیم مرده. اینا به این صورت به هم وصل میشن که سگ ویکتور یعنی وینی، که حالا البته دو تا نسخه فرانکوینی داریم، اون فرانکوینی 1984 داریم، دور جدیدش داریم. تو نسخه جدید اسم سگ اسپارکیه، ولی خب توی اون نسخه قدیمی اسم سگ وینیه، اصلا فرانکوینی از همینجا میاد، یعنی وینی فرانکشتاین شده. که خب داستانم اگه نمیدونید که فکر کنم بدونید، راجع به پسر بچه‌ای به اسم ویکتور که سگش میمیره و میخواد به کمک یه آزمایش‌هایی این سگ رو فرانکشتاین کنه، جسدش رو دوباره زنده بکنه. که حالا میگن بعدن وقتی این سگ کاملا از این دنیا جدا میشه، میره به ارواح مردگان و پوست بدنش هم دیگه کنده میشه، به حالت همون اسکلت دنیای مردگان در میاد و این ویکتور فرانکوینی همون ویکتور عروس مرده هستش. و یه نقاشی هم توی یکی از تیکه‌های اون فرانکوینی قدیمیه اگه اشتباه نکنم میبینیم از یه خانومی داره کشیده میشه توی فرانکوینی که این دقیقاً شبیه شخصیت سالی نایتمرز بیفور کریسمسه. دستیاری که ویکتور توی فرانکوینی یه پسری توی بچهای مدرسه‌شون که خیلی عاشق آزمایش کردنه، حالت قوزی و گوش پشتم هست، شخصیت ادگار گور که میاد با ویکتور همکاری میکنه توی اون پروژه فرانکوینی. توی انیمیشن کابوس‌های قبل از کریسمس دکتر فینکلستاین یه دستیار آزمایشگری داره کنار خودش که همون جوری قوزیه و دقیقاً ترتیب اون 3 تا دونه دندونی که فقط ازش باقی مونده مثل همون 3 تا دونه دندون، یعنی 2 تا دندون کنار هم، یه دونه با فاصله، همون جوری شبیه همون شخصیت ادگار گوره. خلاصه شخصیت‌های زیادی از این انیمیشن‌ها با هم متصل میشن و کلاً یه برتون ورس داریم، یعنی کل این حتی آلیس، تمام این آثار تیم برتون میگن ادامه همدیگن و به هم وصل میشن. حالا بعدم شاید یه رازبرد یه چیزی براش ساختم توضیح بدم کامل، ولی ترتیب اتصال آثار تیم برتون هم به این صورته که اینجا میگم براتون بذاره. در نهایت میرسیم به آخرین عمق کوه یخ و آخرین موضوعی که میخوام توی تاریک ترین بخش تیم برتون براتون صحبت بکنم. سطح 4، تاریک ترین بخش کوه یخ، اهداف تاریک تیم برتون. اینجای کار چیزایی که از تیم برتون دیدیم، سرکشی، مخالفت و مبارزه با اون تعارف‌هایی که آدما با هم دیگه دارن و اون واقع گرایی و رئالیسمیه که تو جهان وجود داره. و البته مخالفت با رئالیسم که نیست، در واقع مخالفت با گوگلی نشون دادن همه چیزه. اینجوری بهتر بگم. چرا؟ چون همون سبک اکسپرسیونیسم اینجوریه که مثلا اگه یکی موهاش ژولیده است نگید موهای بچم فره، موهای من هم فره. مثلا ما موه فر داریم، گوگلی خوشگل، موی صاف لخت داریم، گوگلی خوشگل. نه، ما موی ژولیده داغون هم داریم و ژنتیکای بد هم داریم و قیافه‌های زشت داریم و آدمای لاغر داریم، قد بلند، آدمای بد، شرور، همه چی تاریکی وجود داره. خب اینا چیزاییه که تو اکسپرسیونیسم سعی کرده تیم برتون خیلی تو آثارش نشون بده. و حتی شما اگه نمیدونستید، بلک کالدرن بود چی بود دیگه، سیاه انیمیشن خیلی ترسناکی که دیزنی ساخته، اونم یه سری ایده میخواستن با تیم برتون همکاری کنن، یه سری ایده گرفتن از تیم برتون که ببینن آیا کانسپت آرتاشو میخوان و گفتن نداشت تو دیگه خیلی تاریکه. البته بازم تاریک ساختن اونا، ولی خب چیزایی که تیم برتون نشون داده دیگه خیلی کرکسی و درتیه دیگه. اصلا کل آرت استایل انیمیشن قراره خیلی درتی تر باشه و آرت استایلشو حالا میگم اون کانسپت آرتاشو براتون ادیتور بذاره. و اینم بگم که اون پشتیبانی مالی و اون تیمی که برای انیمیشن 9 هم کار کردن، پشتش تیم برتون وجود داشته. حالا تیم برتون خودش کارگردان و استاد پرودوسرش نبوده. حالا همه اینا رو گفتم، در نهایت ببینیم که آقا اصلا چی بوده، چه رازی راجع به
تیم برتون وجودشه. آخه چرا از زن خودش طلاق میگیره؟ بعد این خانم هلنای بیچاره که توی اکثر فیلم‌های تیم برتون هم حضور داشته، یعنی در کنار جانی دپ همیشه حضور داشته و وارد رابطه میشن، فکر کنم بچه دارم میشن، حتی دقیق‌ترش رو میگم اینطور بذاره، از اینم جدا میشه. حالا زیادم خود این بازیگرش هلنا زیاد نمیاد بگه که دلیل جداییشون چی بوده و صرفا میگه که مثلا دوستانه هستن جدا شدن ولی جدایی سختی بوده برام و این حرفا. کلا اصلا قیافه‌شو به خصوص تو جوونیاش ببینید خیلی شیطانه، خیلی آدمیه که هیچی براش مهم نیست، انگار به یه بلوغ حالا ناجور فکری رسیده از همون دوره نوجوانیش که بسته که هی ضعفامونو مثلا قیافه زش، موی فلان، بولی شدن اینا رو هی بخوایم جلوشو بگیم، بیا اصلا اینا رو نشون بدیم، بیا اصلا تاریکی این دنیا رو اصلا به بچه‌ها نشون بدیم. میگید نه، میگید اینطوری نیست تیم برتون، این مصاحبهشو این حرفاشو ببینید، خیلی طور براشون بذار. تمام این تصاویر غریب و وحشتناک برای کودکی ضروری هستند. آدم‌ها وقتی بزرگ میشن اینا رو به نوعی فراموش میکنن، یعنی اغلب فراموش میکنن. همونطور که دیدید تیم برتون میگه که اتفاقا بچه‌ها توی سن کم میتونن تخیل بکنن و نیاز دارن به دنیای وهم‌آلود و ترسناک اون ترس کودکان و توی آثارش هم همیشه این المان‌های پیچ و خمدار و ژولیده پولیده رو همیشه ازش استفاده کرده. حالا توی این مصاحبه‌اش هم اگه کاملش خاصی تو یوتیوب هست برید ببینید، خیلی بیشتر اشاره میکنه به اینکه آره من اصلا افتخار میکنم که یه همچین سبک انیمیشنی دارم، بعد تاریکی رو از کودکی به بچه‌ها نشون داد، باهاش مواجهه بشن و این حرفا. وقتی برید راجع به بچگی تیم برتون بخونید چیز زیادی دستتون نمیاد، ولی یه چیزی دستتون میاد، اونم اینه که حالا حتی بچه طلاقم نبوده، میگم چیز تاریکی زیاد داره، بجز یه چیز میگن که حالا خود تیم برتون گفته که تو بچگیش خانواده‌اش اینجوری بودن که نتونستن خوب باهاش ارتباط بگیرن و خیلی جاها درک نمیشده. حالا من نمیدونم میگه این الان یعنی لوس بار اومدن تیم برتون بوده یا واقعا خانواده مثلا بدی داشته، این هیچ وقت گفته نشده، ولی چیزی که تیم برتون خودش گفته اینه که من تو کودکی دوران سختی رو گذروندم، کودکی سخت و تاریکی داشتم. خب همه اینا رو بذاریم کنار هم، کسی که کودکی تاریکی داشته فهمیده که باید تاریکی‌های جهان رو نشون بدیم، عادی باشه برامون. اکسپرسیونیست وقتی وارد هنر بشه، مثلا هنر میدونید که مهمترین بشارتش چیه؟ اینه که اون چیزایی که ما نمیتونیم تو حالت عادی ببینیم و بتونه به ما نشون بده، اون چیزایی که تعارفایی که داریم تو حالت عادی نمیتونیم بیان کنیم تو قالب هنر نشون بدیم، تابو شکنی کنیم، اون چیزایی که تابو محدود زشت بده مثلا تو قالب شعر بگیم، رپ بگیم، مثلا تیکه هامون رو بتونیم باره هم بکنیم. آثار تیم برتون رو وقتی کسی یه بچه‌ای تو سن کم بشینه ببینه یه سرکشی پیدا میکنه و این جزئی از شخصیت اصلیش میشه و با این شخصیت رشد میکنه، بزرگ میشه و جزء آیکونیک ترین و مهمترین ویژگی‌های رفتاری اون آدم میشه که اون آدم هر ویژگی بدی پیدا کرد و بگه این چقدر زیبا که من این ویژگی بدو دارم. میدونی اون کسی که رأس یه همچین هنری وجود داره خود تیم برتون، اونم نمیگم خوبه ها، ولی میخوام بگم میدونی اون چه فرقی داره با مخاطب‌های این سبک هنر. کسی که خودش این سبک هنر رو احترام می‌کنه اینجوریه که من بدم و میدونم بدم و با بد بودنم مشکل دارم، من ناراحتم از بد بودنم و حالا مثلا بد بودن و برای سوء استفاده و اینا بچه‌ها خیلی دارکه، مثلا نمیدونم این ویدیو بند نشه، خیلی دارم مثلا حرفایی می‌زنم که مطمئنم تا آخر عمرتون هیچ جا نمیخونید، تو هیچ کتاب هیچ جایی نیست، فقط الان از زبون من دارید میشنوید. طرف میگه من بدم و از بد بودنم برای استفاده از آدم‌ها استفاده میکنم، برای که زوال عقل بهشون بدم، احمقشون کنم، ازشون روشون کنترل بتونم بهتر پیدا کنم، زندگیو برای خودم آسان‌تر بکنم، ولی میدونم که این بد بودن بده. ولی مخاطبای اکسپرسیونیسم تأثیری که میگیرن همیشه اینجوریه که میگن من بدم و این بد بودن چه زیباست، چه جذابه، عاشق اصلا بدی میشن و همون بحث یاد جمله رالف خراب گفتم، من بدم و این خوب است که من بدم، چه جذاب، چقدر چیزای بد جذابن. اینه فرق خالق اکسپرسیونیسم با مخاطب. اصلا دیگه من برم این تاریکی دیگه نمیتونه. یعنی ببین گفتید امیتی جای تو کامنت ویدیو قبلی گفتید امیتی جای سبکای فلسفی همه چی، من دارم همه چی رو تو کوه یخ به شما میدم، تئوری انیمیشن، تئوری غیر انیمیشن، ترسناک، رازآلود، رازبرد، فلسفی، تحلیلی، اصلا همه چی علمی دیگه. من برم دیگه، الان همیشه دارم. خدافظ. بوس. لایک بکن حتما. تو کامنت برای من نمیذارید، کسایی کامنت نمیذارن بعدها کامنت بذارید. خدافظ.